داریم میریم یه جای خیلی باحال. میریم به موزا میمون بدیم. یا به میمونا موز بدیم. بدیم. موز. موزه رو نشون بده. موزه دستچینه، موزه‌ای که از درخت موز کندیم. بریم. گربمونم اومد، بریم سوار شیم. نه برو الان نوبت یکی دیگه. ما توی فیلم های گوگل دیدیم که اینجا دقیقا همینجا پشت سر من پر میمون و مردم داشتن غذا میدادن. اومدیم اینجا خیت شدیم. یه دونه هم نیست. همشون رفتن ناهار بخورن انگار. بریم ببینیم پیدا میکنیم. برم بهش بدم. به به. اوه خوشگله. عزیزم، چه باله، چه کاراکتری داره. وای خدا. بچه ها میمون. یکم بریم بریم. ای خدا. کشید. فرار کرد. اون دو تا دارن جفتگیری میکنن. هی بیا. باید چجوری با میمون رفت؟ ببین اینا انگار منتظرن. یه سریشون هم اون برن. نگاه بالا. اوه. نه خودت باز نکن. میخوام باز کنم. باز خودش بازش میکنه. خیلی باحاله. ببین حواسش بود. منتظر بود. عشقم با فیلم خودت اذیت نکن. راست میگه، اصلا معلوم نیست. معلومه خودش نورش. دارن میان پایین. خب چون یه ذره شانس داریم هنوز، دیگه چند تا میمون دیدیم و موزایی که آورده بودیم و مثل زحمت کشید بهشون داد. ولی خیلی کاراکتر این میمونا جالبه. این چیزی که الان بر ما اتفاق افتاد، اومدن موزا رو گرفتن. خب دقیقا عین یه آدمی که قشنگ منتظر بود موزو بهش بدیم، خودش اومد دستش رو اینجوری آورد موزو بگیره. خب و خیلی با حالت خیلی پررویی اصلا این کارو کرد. یعنی وظیفت به من موز بدی. آره دقیقا. اصلا انگار این کامپوننت های اجتماعی که ما داریم، خجالت و این چیزا، واسه اینا شکل نگرفته کلا. فکر میکنم واسه همین خب اینا رو ندارن، رفتارشون خیلی برهنه است دیگه. مثلا نمیشه توش خجالت و اینجور چیزا تشخیص بدی. برهنه است. از این جهت دارم میگم. ولی من خودم نمیخواستم بیام دیگه. حالا که اومدم واقعا خوشحالم، چون با یه موجودی که دقیقا میدونیم حیوانه ولی مثل یه آدم تقریبا رفتار میکنه. تجربه اصلا برخورد با یه همچین موجودی خیلی جالبه.
نه میخواد شکار کنه میخواد شکار کنه کیمیا رنگو بودا این رنگو نره رو پای من. کاش که رو لولایت میگرفتی رو لولایته.เงียบแล้วอะโยมสงบเงียบเลยอย่าไปเศร้าเยอะเคลียร์เลยสบายใจ เราไม่มีที่ตามจริงผู้นี่จะสวย แต่มาข้างหน้านี่เดี๋ยวไม่หมด เดี๋ยวเต้นอาจารย์ต้องปุ๋ยท่าเต้นอีกแล้วก็จำเป็นพื้นที่อาตมาบอกแล้วย้ายพระปูสิทธิ์ไม่ปล่อยทำไม่ได้บอกท่านสร้างของท่านไว้อย่างนี้ เราใจดำพาไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าท่านไม่เหลือตังค์ไว้สักหน่อยอาตมาก็ต้องรบกวนญาตินะญาติใช้ต้องช่วยเหลือนะทำไปดูแลไปพยายามปกป้องวัดโยมอย่าให้อาตมาต้องเวียนหัวอาตมาสู้มาหลายเรื่องอะวัดนี้4 เดือนนี้เราเรื่องราวเยอะแยะใครคิดอกุศลก็ขอให้แพ้พ่ายไปอยู่ตรงนี้ก็ขอให้มีดีมีชัยโชคดีมีชัยขอให้บุญกุศลท่านอาจารย์หลวงปู่สุภาพระมงคลวิสุทธิ์ใช่ไหมหลวงปู่สุภากันดาศรีโลให้รวมไปถึงท่านอาจารย์พระครูบรรพตสารธรรมชาตรีกันดาศรีโลอีกถ้าไม่มีดุลกุศลด้วยกันก็คงไม่ฉายาเดียวกันนะเพราะว่าฉายาพระเปลี่ยนไม่ได้ ไม่เหมือนโยมไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พระเปลี่ยนไม่ได้นะพอสวดสังฆกรรมแล้วมันก็ชื่อนั้นฉายานั้นนะกอไก่นี่ชื่อฉายากอไก่นี่วันอะไรอ่ะพระบูชาใหม่ฉายากอไก่วันอะไรอ่ะบูชาใหม่ท่านเกิดวันอะไรอ่ะอาตมาลืมนะวันจันทร์นะทีนี้ก็บอกบูชาใหม่ทั้งนั้นเนี่ย2-3 รูปเนี่ยตำบลตลาดเหนือตำบลตลาดใหญ่วัดเนี่ยอยู่ในเขตตลาดใหญ่เจ้าคณะตำบลก็มือใหม่อาตมาก็มือใหม่เป็นรองอำเภอมือใหม่ก็เอากันไปเขาเกลียดก็เกลียดไปนะเราพูดตรงๆไม่ชอบกับเรื่องของเขานะอย่าไปอคติโยมต้องเอ็นดูพระสงฆ์ไงพระสงฆ์อุตส่าห์ละทางโลกละครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วนะพ่อแม่มีแต่ก็เหมือนไม่มีญาติโยมญาติธรรมนะช่วยบำรุงกันอยู่รักษากันไปอย่างที่เราจัดกันทำตรงนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนี่คืองานของพวกเราไม่ใช่งานของใครไม่ใช่หน้าตาของรักษาการเจ้าว่าเป็นรักษาหน้าตาของพุทธบริษัทของวัดโขลังนะต้องทำไปอยู่ไปดูไปตัดสนตรงไหนช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อยู่ในวัด4 รูปเดี๋ยวไม่มีบ้านอยู่วัดร้างเหลือ4 รูปแล้ว ช่วยมาบำรุงดูท่านบ้างตรงไหนไม่เหมาะสมก็ตกตักเพื่อنورایی که میدیدیم
دارم میگیرم. یا اینجا خیلی باحال قسمت مختلفش نگاه اون بر ابرا اینجوری میشن از ایناست آفرین. Oh my god. از کدوم ساده پرتاب میشه پس امشب یه مراسم بچه ما اومدیم کنار این نزنی بهش. میزنم این چی بزرگه. وای خدا گیانم ببین بیا زیر این سب تمام شد. امشب یه مراسم میگیره نگاه قسمت آره. از شکل چه باحال. برگریزون ترین اتفاق زندگی واقعا فکر کنم کارن کیمیا منتظرمونه. چه جایی اومدی؟ همینجوری یهو اومدی سلام. شنم منتظریم غذاهای زیبا. مال من یه سالاد توشه اسمش Thousands Islands و سس هزار جزیره زدن به یه سری سالاد رشته‌ای و خیلی خوشگل بود. منم واسه همین سفارشش دادم. به نظرم یه غذای خوشمزه هم واسه هم میارن به اضافه یه ظرف سیب زمینی با پنیر پنیر زیبا و خوشمزه چدار به اضافه فانتا اصلا یه جوری تبلیغ میکنید واسهش انگار الان میخوان کورسانت بهتون بدن سر اینجا. اون باکس قرمزه هم یخ توشه میری اونجا لیوانتو بر میداری. ببین این رستوران خب هرچند رستوران ارزونی نیست، قیافه نداره ولی ارزون هم نیست. بعد همه چی داره ولی قیافه نداره. مثلا نگاه کن یه سرویس گذاشتن کاملا مکانیکی، میری یخ برمیداری واسه خودت بعد نوشابه‌تو میریزی. نه شکسته است دیگه. گفت مکانیکی گفتم منظورش اینه که بیل برمیداری پر یخ میکنی. نه اگه برق بره این هی کار میکنه این قسمت. منظورش بود که برقی نبود، دستی بود. خب هرچی که برقی نباشه میتونه دستی هم باشه ولی نمیتونه لزوما مکانیکی باشه. That's right. هی مستر خیلی غذای زیبایی. اون سسایی که بهتون گفتم اتفاق افتاد. نگاه کن سس هزار جزیره اصلا آیلند ساخته. نگاه کن نقشه جزیره رو می‌بینی. این قسمت آتش فشانه، این قسمت یه جزیره چیزه استواییه. اینجا حوض آبشونه، این بر چیزاشونه. استاد این چیه؟ این ممکنه چیز خشکی باشه. نه این مزرعه است. معلومه مزرعه است. اونا کرم خاکی هن؟ نه اینا آتش فشان. نه اون کنار دستی هاش. اینا یه سری چیزن سیب زمینی هن. نگاه کن
çok güzel. بچه ها شما نظرتون چیه؟ از وقتی که اومدیم اینجا به نظرم این بهترین غذای بودی که بیرون خوردیم. تو نوید مثل همه غذاتون درسته؟ اوه اون تموم کرد غذاش. کیمیا هم غذاش همونه فقط بدون بیکنه. شما هم راضی هستید؟ من دقیقا یه آرت دارم میخورم، خیلی زیبا بود. به نظر این سفر طولانی در حال اتمام است. البته الان وسط این کار هستیم. گیتار، اونا رو هم باید بیاریم. سخت‌ترین کار دنیا اینه که وسایلاتو جمع کنی. سفر یه ماهه ما هم تموم شد. چمدونا جمع شدن، کولامون جمع شد، همه جا رو مرتب کردیم. مثل گیتارم این گوشه است و شتاری. سلام. مونه زیبا، مبلای داغون، پنکه قوی، خدا. ما داریم کتاب تایلند رو میبریم. سفر یه ماهه. آره الان صفحه آخرشیم، میریم به سمت بنکوک. خدافظ ای پوکت زیبا. بالاخره در حال رفتن به فرودگاهیم.
ببین واقعا ما گرفتار شده بودیم. گرفتار نشده بودیم، داشتیم گذر میکردیم. یس نه شوخی میکنم. چی شده؟ از اون تیم بادی ها هست. سوپرمارکت دوست داشتنی 7-11. نجات دهنده بالاخره برگشتیم استانبول. یه سفر خیلی طولانی، 1 ماهه. بای 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 بای. یه بالاخره به استانبول رسیدیم، نجات یافته ایم. این چمدونامونم تحویل بگیریم.